سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این ویدیو میخوام در مورد نوت ها صحبت کنم که چجوری تشخیصشون بدیم و بهتر حفظشون کنیم. خب الان چیزی که روی صفحه من میبینید حروف الفبای انگلیسیه. حتی اگر کاملش هم حفظ نباشید، حداقل اون 7 تا حرف اول الفبای انگلیسی رو مطمئنم یادتونه. A, B, C, D, E, F, G. خب من به بقیهش کاری ندارم. جالبه بدونین که در موسیقی ما 7 تا نوت داریم و نامگذاری این نوت ها هم بر اساس 7 تا حرف الفبای انگلیسیه. پس یعنی نوت های موسیقی ما شامل A, B, C, D, E, F, G هستش. D, H, I, J اصلا کاری نداریم. ما فقط به این 7 تا حرف اول الفبای انگلیسی سر کار داریم. حالا من میخوام این نوت هایی که اینجا داریم رو به شما روی استف نشون بدم. ما به این 5 تا خط که به صورت گروهی کنار هم قرار گرفتن بهشون استف میگیم. به فارسی بهش میزان میگفتیم. حالا من میخوام این نوت‌های A, B, C, D, E, F, G رو روی این میزان بهتون نشون بدم. اولین نوتمون A هست. دومیش B، سومی C، چهارمی D، پنجمی E، ششمی F و هفتمی G. پس همینطور که الان میبینید رو صفحه اسکرین، این دات ها 7 نوتی هستن که ما در موسیقی داریم. حالا شما ممکنه بگین که ما که بیشتر از 7 نوت موسیقی داریم، ما نوتایی داریم که خیلی بالاترن یا نوتایی داریم که خیلی پایین تره و درسته. ولی حالا چه نوتای بالاتر داشته باشین چه نوتای پایین تر، اسماشون همین ها هستن که روی این صفحه میبینین و فقط هی تکرار میشن. چیز جدیدی نداریم. نوت همون A, B, C, D, E, F, G هستن. خب پس اینا 7 نوت موسیقی ما بودن که اگر توجه کنین از این نوت اول ما که A هست ما همینطور میریم بالا. من میتونم اینو همینطور ادامه بدم و برم بالا. حالا ازتون سوال میکنم، فکر میکنیم بعد از نوت G که اینجا داریم چی باشه؟ بله درست حد زدین. بعد از نوت G ما نوت A رو داریم. این نوت A مون بالای خطای استف قرار میگیره و اگر توجه کنین هم این نوتمون اسمش A هست هم این نوتمون A هست. حالا در مورد این تو ویدیوی بعدی باهاتون صحبت میکنم. من میتونم باز ادامه بدم و همینطور برم بالاتر. بعد از نوت A که اینجا داریم بعدش B'ه. این نوت B مون. بعد از نوت B نوت C رو داریم و همینطور میتونیم ادامه بدیم و بریم بالا. از این نوت اولمون A اما میتونیم بیایم پایین تر. پس نکته اینه که با وجود این که شما نوت‌های متفاوتی رو روی استف یا خارج استف می‌بینید، ولی ما در حقیقت همون 7 نوت رو داریم و اینا هی تکرار میشن. برای اینکه راحت‌تر منظور منو متوجه بشین، بیاین این نوت‌ها رو داخل یه دایره فرضش کنیم. نوت‌ها همیشه در جهت حرکت عقربه‌های ساعت میرن بالا به این سمت. یعنی اگر ما مثلا از A شروع کنیم، نوت بعدی B، بعدش C، بعدش D، E، F، G و دوباره ما میرسیم به نوت A و همینطور این سیکل تکرار میشه. خواهشاً توجه کنین که بعد از نوت G ما نوت H نداریم. بعد از G نوتمون A هست و کلاً اینا همینطور دایره وار در جهت حرکت عقربه‌های ساعت تکرار میشن. اینا اگر تو ذهنتون داشته باشید راحت‌تر میتونید حفظش کنید. پس من تا الان این 7 نوت رو بهتون نشون دادم. ولی الان سوال اینه که خب چطوری این نوت‌ها رو ما حفظش کنیم؟ حفظ این نوت‌ها یه کار خیلی زمان بره. اگر بخوایم حفظش کنیم
یه راهی هست که شاید بهتون کمک کنه راحت‌تر این نوت‌ها رو حفظ کنیم. ما میدونیم که نوت‌ها همینطور که به سمت بالا میرن یکی در میون ما بین خط یا روی خط قرار میگیرن، همینطور که اینجا میبینیم. کاری که میتونیم بکنیم اینی که اول تمرکز کنیم روی نوت‌هایی که ما بین خط هستن. خب من اینجا تو این میزان نوت‌هایی که ما بین خط هستن رو براتون قرار میدم. من از این پایین شروع میکنم. اولین نوتی که ما بین خط میتونم بذارم نوت F هستش. نوت بعدی نوت A هستش. نوت بعدی نوت C و نوت بعدی نوت A خواهد بود. پس این 4 تا نوت هایی هستن که بین خط قرار میگیرن. حالا شما میتونین این 4 تا نوت رو اول حفظشون کنین. F A C E. حالا جالبش اینه که اگر شما این حروف کنار هم قرار بدین کلمه فیس رو میگیرین. اگر همین کلمه فیس رو تو ذهنتون بسپارین، اگر این نوتو که بین خطه و قسمت پایین میزان هست رو ببینین، میتونین مثلا حدس بزنین که این Fه، یا مثلا این که بالاتره حرف آخر کلمه فیس هست، پس ای هستش. حالا وقتی که این نوت‌های ما بین خطا تا حدودی یاد گرفتین، شما میتونین نوت‌هایی که بینشون میافتن رو هم تشخیص بدین. اولین نوتی که ما بین خطمون بود نوت F بود. نوت بعدیمون میاد روی خط. چون این F بود، پس این نوت که روی خطه نوت G هستش. نوت بعدی که ما بین خط بود نوت A بود. نوت بعدی که میفته رو خط پس میشه B. توی الفبای انگلیسی هم بعد از A ما B رو داریم. بعد از F G رو داریم. درسته؟ نوت بعدی که میفته ما بین خط نوت C مون بود. نوت بعدیش که میفته رو خط بعد از C چه حرفیه؟ D. پس این نوت که روی خطه دیه. و نوت بعدی که ما بین خطمون بود حرف آخر فیس ای بود. نوت بعدیش که میفته رو خط بعد از ای ما F رو داریم. بعد از F G هستش. خب پس این یه راهی بود که میتونه بهتون کمک کنه که نوت‌ها رو یکم سریع‌تر مثلا بتونین تشخیصش بدین. ما میدونیم که تو تئوری موسیقی واقعا لازم نیست شما چیزی رو حفظ کنین. شما به مرور زمان با تمرین دیگه چشاتون عادت میکنه. مثلا من فوراً اگر به این نوتی که اینجا هست نگاه کنم میدونم این نوت سیه، یا اگر به این نوت نگاه کنم میتونم بگم Fه. این چیزی که شما به مرور زمان یاد میگیرین و اصلا لازم نیست که شما بشینید الان بخواین حفظش کنید. خودم رو مثال میزنم. من زمانی که موسیقی رو شروع کرده بودم که نمیدونستم که این نوتا اسمش چیه. وقتی که یه نوت موسیقی رو جلو میذاشتن چجوری تشخیص میدادم که این نوت مثلا کدوم نوته؟ من نوت ای رو که روی این پایین ترین خط قرار میگرفت و حفظ کرده بودم و همینطور نوتا رو میخوندم و میومدم بالا. پس اگر این نوت من نوت ای، نوت بعدی من F، نوت بعدی G، نوت بعدی A، نوت بعدی B، نوت بعدی C و نوت بعدی میرسیم به این نوتی که من دنبالشم D. پس این نوت D بود. یه مثال دیگه. من از شما میپرسم این چه نوتیه؟ و من از شما میخوام این ویدیو رو پاس کنین و به همون روشی که بهتون یاد دادم به من بگین این چه نوتیه. خب امیدوارم که درست حدس زده باشین. حالا با هم اینو ما انجامش میدیم. پایین ترین نوتی که رو خط داریم نوت ایه. و همینطور میایم بالا و نوتا رو میخونیم. نوت ای بعدش نوت F، بعدش G، بعدش A، بعدش B، بعدش میرسیم به این نوت که نوت Cه. پس این نوتی که اینجا داریم اسمش نوت C هستش. یک مثال دیگه. به من بگین این چه نوتیه؟ خب ازتون میخوام دوباره ویدیو رو پاس کنین و ببینین میتونین تشخیص بدین یا نه.
خب اگر تونسته باشین تشخیص بدین که خیلی عالیه، اگر نه که اشکالی نداره، مطمئنم با تمرین میتونین خیلی زود یاد بگیرین. خب بیاین با هم انجامش بدیم. پایین ترین نوت قرار میدیم، همینطور میایم بالا و نوت ها رو میخونیم تا برسیم به این نوتمون. نوت E، نوت F، نوت G، نوت A، نوت B، نوت C، نوت D، نوت E و میرسیم به نوتی که دنبالشیم، نوت F. پس این نوتمون نوت F هستش. خب دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم. ازتون میخوام بشینین حتما تمرین کنین، مثل همین کاری که انجام دادم یه نوت در نظر بگیرین و سعی کنین اون نوت ها با همون روشی که بهتون گفتم تشخیصش بدین. مطمئنم که با تمرین زیاد خیلی زود چشمتون با این نوت ها آشنا میشه. مرسی که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. تو ویدیو بعدی میبینمتون.